امروز فتنه ها به اسمی که یعنی که وطن دوستی داشته باشه. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی خودش میدونه دروغ همین گپو جنگ با حجاب و حکم آگاه نگشته در تاجیکستان به سطر حجاب نیست، مقابل این را ملاق قرار دادن و میخواهند که صلح و ثبات از ما ببرند، تینجی اموری از ما ببرند. پس برای می ایجاد یگان دروغ همین گپو جنگ با خدا و جنگ با حجاب و نه در فکر آبادی وطن باشه، همیشه حرکت کنه، سعی تلاش کوشش کنه که یک گوشه وطن را آباد بسازه، چون که ما هر کجایی که باشیم غریب هستیم. در فضای مجازی بعضی هنگام‌های برپا شد، بعضی سخن‌های پست بلند گفته شدند، بعضی دعوا و جنجال‌های هنگام‌های برخاست که از حکم آگاه نگشته کارهای انجام دادن که گمان میکنم که سبب همین فتنه ها شد. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی خودش میدونه که مادرش روی مال کلان داشت. اول فهمیدن در کنه این یک دیم که همین روسری، همین روی مال، همین لطه، همین لنگی، همین سطر دستور الله است. هیچ کسی را محل نمیکنه. امروز جمعه 21 ایون امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان قانون بحث برانگیزی منع ایدگردک و لباس بیگانه را امضا کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی پرزیدنت بعد از نصف روزی 20 ایون خبر داده است. با اطلاع منبع امامعلی رحمان با 35 قانون از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک امضا گذاشت. از این به بعد آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه و ایدگردکی کودکان منع می شود. يا رب عهدك ببابك برای امینه مردم یظن بعض ابناء هذا العصر انهم وصلوا الى اقصى المدنيه التي تضمن لهم السياده على العالم اجمع. بعض انسان ها گمان میبرند ما به مدنیت رسیدیم. در زمان دموکرات آزادی ما خیلی به مدنیت رسیدیم. یک خونه های کرسکه کردگی یافتیم. یک قرار رنگ دیده سمو رنگ فریبش کرده است. همیتا نیستم امروز کرسکه فریبش کرده است. میگه ما به مدنیت رسیدیم، سیادت بر عالم، از همه عالم پیش رفتیم. خونه ها معیشی فی بالاش تنکگی آهنی شده است. تحت شعارات الحریه، در تحت شعار آزاد ما که آزاد زندگی داریم و مساوات برابر حقوق شدیم، هم از زنکا و مردکا. عدالت انسانی قومی همه قوم و قبیله ما برابر شد. این را حیات میدانند. در حالتی که نمیدانند آیا این حریت و آزادی برای ملت چی نتیجه آورده است، چی نتیجه آورده است؟ فساد بالای فساد، علاوه فساد در لب دریاها، در میان باغها، در کوچه ها و در رستوران ها، زنا و فاحشگی ها، بی‌ادب و بد اخلاقی ها، شرمندگی ها و خودکشی ها و خودسوزی ها. در ببین نتیجه شمیتری است. بس همیتر نیست مسلمان ها. نمیفهمی شما؟ آیا چنین نیست عالم امروز؟ گمان دارن که ما مدنیت یافتیم، ما آزادیم. شکل آزادی در دین اسلام است، در دین اسلام است. بنابراین از قانون قرآن کدام جامعه و ملت قومی از قانون پاکی و پاکیزگی، عدالت و انصاف رو گرداند، او قوم به غضب خدا مبتلا، شرمنده و رسوا خواهد شد. او قوم پلاو
ترا آبروناک نمیکند. هیچ کاغذی بسیار قطعی تو به آبرو نمیرسی، تو سعادت و بخت نمیابی. میگو اما دین فی نظری مستقیم، گمان میبرن که اسلام در نظر اونا یک کسل ای، چنانچه اتیستای قدیم آنها میگفتن دین افیون ای. کلمه شعاراتشون بود. فإنه لا علاقة له بهذه المدنیة الحاضرة. گمان میبرن که دین اگر مردم در راه راستی تعلقات کتاب الله و سنت رسول الله برون، او به مدنیت حاضره ما یگان علاقه نداره. این کاری ما دیگر است، او کاری اونا دیگر است. نمیدانن که یا بندگان خدا هن، امتان محمد مصطفی هن، آسمان زمین از خداست، آبی روان از خداست، دریاها از خداست، ما بندگان خدا، جان از خداست. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. الله چیزی بخواه حکم میکنه، میخواه باران میتیه، نمیخواه نمیتیه. در یک زمان اگر ما فساد کنیم غضب خدا بیاید چپش کنه، یگان دولت و حکومت، یگان قانون در درگاه خدا قدری نداره. طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمیتاند که اینجا دم زند. در یک موجه زدن اگر چپش کنه کی میتانه که گپ زنه؟ کی میتانه؟